مساجدمون معمور اما خالی، نسل جوانمون افسار گسیخته حرمتها را می شکند. همت کنید، میدان را از دست ضد انقلاب بگیرید، قدری حضور داشته باشیم. فقط خودت نباش، قدری حضور داشته باش، دست دیگری را هم بگیر، ببین دشمن چی میکنه، چگونه مشتری جمع میکنه. قدری تلاش کن تا میبینن آشوب میگن نریم خیابون. این میدان جنگ است. اگر شماها توی صحنه باشید، اون فتنه سال گذشته برای 2 ماه کشور را جولانگاه قرار نمیداد.